یه بار برای همیشه چجوری گوشیمون رو به تلویزیون وصل کنیم. اول شما داخل تلویزیونتون اشتراک گذاری صفحه نمایش رو پیدا میکنین و ضرور میزنید و بعدش گزینه میراکست رو بزنید و حالا برای گوشی‌های سامسونگ کافیه نوتیفیکیشن بار رو به سمت پایین بکشید و دنبال گزینه اسمارت ویو بگردین و روش ضرر بزنید. تلویزیون رو که پیدا کرد روش بزن و بعدش استارت ناو رو بزن و الان رو تلویزیونتون نشون میده. یه گوشی‌های شیائومی هم مجدد نوتیفیکیشن بار رو به سمت پایین بکشون و بازتاباندن رو بزن و مثل مراحل سامسونگ شما میتونید به تلویزیون هر اپلیکیشنی به میکروفون و دوربین گوشی دسترسی داشته باشه. تو باید به محدود کردن دسترسی برنامه‌ها رو یاد بگیری. کافیه وارد ستینگ بشی، سکیوریتی اند پرایوسی رو ضرور بزنی و بعدش پرایوسی و در آخر پرمیشن منیجر رو بزن و اینجا همه دسترسی‌ها رو بهتون نشون میده، مثل لوکیشن، دوربین، میکروفون. حالا ما مثلا دوربین رو انتخاب میکنیم و هر کدوم از اون اپلیکیشن هایی که احساس میکنیم نباید دسترسی داشته باشه رو غیر فعال میکنیم. رو گزینه اول آلو، گزینه سوم هم دونت آلو که دیگه بهش دسترسی نیاز به هیچ اپلیکیشنی برنامه‌هات رو از صفحه گوشیت مخفی کن. توی گوشی‌های سامسونگ وارد ستینگ بشین، اینجا هوم اسکرین رو ضرر بزنین، بیاین پایین‌تر گزینه هاید اپس رو ضرر بزن و همه اپلیکیشن ها و بازی گوشیت رو میاره. هر کدوم خاصی فقط کافیه انتخاب بکنی و داون رو بزنی. اگر هم خاصی از حالت مخفی در بیاری مجدد بیا اینجا. توی گوشه شیائومی هم به طور مستقیم این کارو نمیشه کرد، ولی شما بیا داخل برنامه‌ها و بعد قفل برنامه رو ضرر بزن و اینجا همه اپلیکیشن و بازیاتون رو میتونید انتخاب بکنین و قفل بکنین و فقط خودتون وارد اون اپلیکیشن بشین. این ویدیو رو هم بفرست واسه همه رفیقات که گوشیشون رو نندازن صد اشغال. اگر هم میخوای هر روز آموزش خفن ببینی پیجمو فالو کن.